سلام دوستان عزیز، خدا کنه که همگی شما خوب باشید. من به قبرستونی شهر پرس هستم. ببینید اینا کنار قبراشون چی میذارن، چی رسمایی دارن، خیلی جالبه. براش یه چراغ گذاشته، یه ماشین با یه فرشته گلدون و یه سگ و چند تا روباهند و دیگه چند تا فرشته‌اند. خیلی جالبه. اینو خوب تزیین کرده. حالا نمیدونم هدفش چی بوده، ولی ما به عقاید همه احترام داریم، شاید یک عقاید خاصی دارن، اما دیگه قبرها اینجوری نیست. شاید دلیل این که روی اون قبر بعضی چیزا رو گذاشتن یه نماده عزیزان. ببینید اینجا قبراشونه. حالا نمیدونم اینه چیست دیگه. یه قبرای خیلی قدیمیه با سنگ‌های قدیمی. بیشترشون علامت اینو دارن، مسیحیت، عیسی مسیح علیه السلام. خب ایشالا که ارواح همشون شاد باشه.